سلام رفقا، امیدوارم همیشه سلامت باشید. به کانال ما خوش اومدید. اول از همه ما رو ساب کنید. میخوایم با یه ویدیوهای آموزشی شروع کنیم کارمونو. امیدوارم که همه چی خوب پیش بره. ما رو ساب کنید، زنگوله هم فشار بدید که زودتر از همه بتونید به ویدیو دسترسی داشته باشید. بریم سراغ ویدیو. یکی از مهمترین ارورایی که وجود داره ارور آیدی 35 و 14 به اصطلاح و آیدی 39 که مربوط به دو تا چیز میتونه باشه، یکی اینترنت و یکی فایل، که ما الان جفتشو بهتون آموزش میدیم که حالا امیدوارم با این کارتون راه بیفته، چون خیلی روش‌های مختلف رو خود ما امتحان کردیم و خب من همه روش‌ها رو بهتون میگم، شما هم امتحان کنید. امیدوارم که کارتون راه بیفته و بتونید بازی کنید و از این بازی زیبا لذت ببرید. اول از همه میخوام بهتون بگم که روش منیج فایل رو میخوام بهتون بگم. وارد استیم بشید، بیاید روی صفحه بازیتون، روی لایبرری بزنید، صفحه بازیتون رو باز کنید، روی بازیتون کلیک راست کنید، پراپرتیس رو بزنید، توی بخش اینستالت فایل وریفای کنید بازیتون رو. این کارو که انجام میدید، اگه یک وقت موقع دانلود یا مثلا اگه فایلی بکاپی از کسی گرفته باشید جا مونده باشه، این اون فایل رو میاد پیدا میکنه، یا به شما مثلا یه دانلود ریزی مثلا شاید حتی تا 1 گیگ به شما بده، میگه مثلا این فایل ها نیست، وجود نداره. اینو بزنید، تقریبا یه چند دقیقه طول میکشه، بستگی به سیستمتون، ممکنه حتی تا کمتر از 1 ساعت هم بره جلو. یعنی با توجه به سرعت سیستمتون از چند دقیقه تا کمتر از 1 ساعت هم ممکنه انجام بشه. این باید بگرده. الان 84 گیگه حجم، 87 و 17 دهم گیگه خب حجم فایل ما. این میگرده تمام این فایل ها رو نگاه میکنه، ببینه کجا کم داره. یکی از اصلی ترین راهایی که میتونه مربوط باشه به اینه. اگه شما اینو انجام بدید احتمالاً موفقیت آمیز میشه، ولی اگه موفقیت آمیز نبود، میخوایم بریم سراغ راههای بعدی که بهتون میگم. یه راه دیگه ای که وجود داره، اگه اول از همه این که اگه با گوشیتون نت وصل کردید به سیستمتون، حتما بخوام بهتون بگم ابتدا نت رو خاموش کنید، بذارید روی حالت هواپیما، بعد از حالت هواپیما در بیارید، نت رو روشن کنید، بعد یه امتحان مجدد انجام بدید. این امتحان مجدد رو انجام بدید احتمالاً اوکی میشه. ولی اگه نشد، بریم سراغ راه بعدی. راه بعدی اینه که کلاً از دوباره سیستم رو خاموش کنید. من با سیم یو اس بی وصل کردم، همون جوری هم که میبینید اینجا هم هست. من با یو اس بی موبایلمو وصل کردم به سیستم. ابتدا سیما رو در بیارید، سیمو در بیارید، از گوشیتون هم کلاً بکنید. بعد سیستم رو خاموش کنید، کلاً خاموش، ریستارت نکنید، خاموش کنید، شات داون کنید، بعد دوباره روشن کنید، وارد بشید، بعد سیمتون رو وصل کنید، اینترنتتون رو بزنید، بعد جوین بشید. امیدوارم که این کمک کنه بهتون و خب قسمت بشه همتون این بازی قشنگ رو انجام بدید. خیلی خوشحال میشم که ما رو سابسکرایب کنید و لایک هم حتما انجام بدید. اگه تونستید کامنت هم برای حمایت بذارید. امیدوارم که بتونیم با همتون یه چنل خوب و شاداب داشته باشیم. سلامت باشید. خدا یار و نگهدارتون.